سلام. با بخش دوم از ویدیوهای آموزش گرامر انگلیسی در خدمت شما هستم. نکته بعدی که در مورد اسمها وجود داره بحث مالکیت هستش. مالکیت بین یک اسم و یک اسم دیگه. مثلا کتاب من، مالکیت بین من و کتاب، اینکه من مالک هستم و کتاب در واقع اون شیئی است که من مالکش هستم. به عربی میگن مملوک، آن چیزی که ما مالکش هستیم. معمولا مالکیت بین انسان و یک شی یا هر چیزی دیگه‌ای با آپوستروفی اس نشون داده میشه. یعنی یک در واقع اسی که پشتش که علامت کاما هست، اون کامای میگیم آپوستروفی. آپوستروف اس به قول ما ایرانی‌ها در واقع نشون دهنده مالکیت بین انسان و اشیاء دیگه است. مثلا میگیم Ali's brother، Ali's book، کتاب علی، برادر علی، پدر علی، مادر علی و غیره. اما اگر مالکیت بین دو تا شی بود، معمولا در این جاها از of استفاده میکنیم. مثلا the leg of the table. توی انگلیسی میتونیم این در واقع نوع مالکیت رو به صورت معکوس هم بیاریم، یعنی of رو حذف کنیم و جای اسمی که مالک هست و مملوک هست رو عوض کنیم و هم دیگه در واقع یک ساختار جدید بسازیم. مثلا بگیم table leg، به جای the leg of the table بگیم table leg. قسمت بعدی در مورد اسمها بحث پیش اسمها هستند. در زبان انگلیسی و گهگاه در زبان فارسی یه سری عناصر هستن، یه سری کلمات هستن که معمولا جاشون قبل از اسم هست، معمولا مثل واحدهای شمارشی و مسائل دیگه. به اینها میگن پیش اسم. یه جورایی مثل صفت رفتار میکنن ولی معمولا در واقع عناصر خاصی هستن که اینجا با دسته‌بندی در واقع خودمون اینجا میتونیم با هم دیگه بررسیش کنیم. دسته اول پیش اسمهایی که قبل از اسمهای غیر قابل شمارش میان، مثل a little یا little، یعنی مقدار خیلی کمی. little حتما باید بعدش یک اسم غیر قابل شمارش به صورت مفرد بیاد، مثلا little money، little rice. به مثالهای و بقیه نمونه نگاه کنید. little time یعنی وقت کمی. I have little time، وقت کمی دارم. پیش اسم بعدی much هستش. much rice یعنی مقدار زیادی برنج. پیش اسم بعدی همونطور که در پای تخته دارید می‌بینید a little هستش، مثل a little money پول کمی، یا مثلا a great deal of یعنی مقدار خیلی زیادی، مثل a great deal of butter مقدار خیلی زیادی کره. دسته دوم پیش اسمهایی هستن که قبل از اسمهای قابل شمارش میان. اینها هم چند تا پیش اسم خیلی معروف دارن که با هم دیگه پای تخته بررسیشون میکنیم. برای مثال پیش اسم several یعنی چندین. از ظاهرش و از معناش مشخصه که در واقع قبل از اسم قابل شمارش بیاد، چون میتونیم بشماریم چندین مثلا کتاب. several students چند تا دانش آموز یا دانشجو. کلمه بعدی few یا a few هست، یعنی مقدار خیلی کمی، مقدار کمی. مثال few minutes چند دقیقه یا دقایق کمی. بعدی a few bags یعنی تعداد کمی کیف. و پیش اسم بعدی many هستش. many حتما اسم بعدش اسم جمع قابل شمارش هست، همونطور که در ابتدا گفتی، مثل many tables. این وسط یه سری پیش اسم‌ها هستن که هم قبل از اسامی قابل شمارش میان، هم قبل از اسامی غیر قابل شمارش. این پیش اسم‌ها دیگه خیلی راحت هستن، لازم نیست فکر کنیم که خب اسم بعدی چی بود، قابل شمارشه یا غیر قابل شمارشه، و بدونی که فکر کنیم به راحتی میتونیم به کارشون ببریم. مثل کلمه سام یعنی مقداری. سام هم قبل از کلمات در واقع قابل شمارش بیاد، هم قبل از کلمات غیر قابل شمارش. بریم مثالای پای تخته رو ببینیم. مثلا some rice مقداری برنج، some apples مقداری سیب قابل شمارش برعکس برنج. any پیش اسم بعدی است، مثل any money I have no money he doesn't have any money یعنی هیچ پولی، هیچ. any student هیچ دانشجویی. بعدی more هستش به معنی بیشتر، more hair موی بیشتری، یا more pupils دانش آموزان بیشتری. بعدی most هستش. پیش اسم most بازم مثل بقیه این دسته قبل از اسمای قابل شمارش و غیر قابل شمارش بیاد. برای مثال most time
و most students بیشتر وقت یا در واقع بیشتر دانشجو. حواستون باشه اینجا بیشتر اوقات نیست. I spent most of my time playing football. بیشتر وقتم رو صرف در واقع بازی کردن یا فوتبال بازی کردم. اینجا تایم به معنی زمان است که غیر قابل شمارش. و all به معنی همه، باز هم قبل از اسمای غیر قابل شمارش مثل time یا قابل شمارش مثل bags. all bags, all time. بعدی a lot of و lots of هستش که هر دو یعنی مقدار خیلی زیادی، بازم قبل از اسمهای قابل شمارش و غیر قابل شمارش میتونن ظاهر بشن.